پیامبر علیه السلام در حدیث مبارک 1400 تقریبا 45 سال قبل 1445 سال قبل بله بله گفتگیان که در صحیح بخاری یکی از صحیح ترین کتاب های حدیث است اومدگی است میگوید که هر جایی که بیماری سرایتی باشد اونجا نروید. اگر در منطقه یا محل جایی که شما بودید در اونجا بیماری سرایتی وبا اگر اونجا هست از اونجا بیرون نروید. علم امروز کشف کرده است که در حقیقت یگانه راهی که نجات انسانیت و بشریت هست همین کرانتین است. بله. حالا اولین انسانی که پیشنهاد کردگی است کرانتین این پیامبر علیه السلام است. به خاطر چی نروید؟ مبتلا به اون بیماری میشوید، خود رو هلاک میکنید. یعنی چرا نبرید؟ به خاطر که اون بیماری رو پخش نکنید. اون بیماری رو یعنی سبب آزار و اذیت و ضرری دیگران نشوید. یعنی که در همون زمان پیامبر گرامی اسلام همین گونه بیماری ها نیست موجود بود که تا این مثلا خبرها رو برای ما نسل امروزه رساندن. وبا نبود در زمان حضرت پیامبر علیه السلام، اما باری خیلی باران سیل و راهها همه لای خطرها جدی به وجود اومد. در همون هنگام خطر بله. پیامبر علیه السلام حضرت بلال رضی الله عنه رو گفت که به جایی که اذان بگو، در وقت نماز اذان بگو، اما به جایی که میگی که حالا حی علی الصلاه به نماز بیایید، به جایی که بگید به نماز بیایید نمازها را صلوا فی بیوتیکم، یعنی نماز رو در خانه هاتون بخونید. چرا؟ به خاطر که راه لای است، خطر است، سیل هست، باران سخت است. به خاطر که مردم درک کنند که در این حالتهای ناگوار، حالا شاید به خاطر امروزی ما گفته باشد درست است، چرا که سیل و لای و چیز ممکن است که یک چند ساعته یا چند مدتی برطرف شدنش ممکن است. درست است. اما شاید به خاطر چی این امروزی ما گفته باشد که اگر خطری با وجود آمد نماز رو در خانه بخونید. یعنی که برای ما یک پیشگویی هم کردن حضرت. حتمی. خب دیگر چطوری که ما و شما خوب میدونیم، مسلمان‌ها خوب میدونن، قرآن از تاریخ گذشته میگوید، از حاضر میگوید، از آینده میگوید. بله.